مخاطبین از رسانه پشت پرده ماجرای فیلم استاندار سامه یادتونه تیم میگه که منم داشمی رو آقای گلزار جابجا کرد. مخاطبین از رسانه پشت پرده، سلام. بنده امین فردین، خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید حال دلتون خوب باشه. خبر بازگشت مهراد جم به ایران باعث شد که من خیلی پیام و دایرکت دریافت بکنم و البته تماس که دوستان پرسیدن که آقا آخرین وضعیت مهراد جم چی شد، اصلا برگشته ایران، برنگشته، چه اتفاقی افتاده که اصلا خبری ازش نیست. امروز میخوام راجع به مهراد جم با شما صحبت بکنیم که بگیم که الان کجاست، داره چیکار میکنه و چه اتفاقاتی افتاده در چند روز گذشته، هم چه اخباری بیرون اومده. همه اینا رو در این ویدیو به شما میگیم. مهراد جمی که خروجش از ایران خیلی پرحاشیه بود به خاطر رل زدنش و ازدواجش با دنیا جهانبخش. و طبیعتا دنیا جهانبخش خودش یه آدم پرحاشیه و فکر کنم به تنهایی در صدر اخبار همیشه فضای مجازی بوده به خاطر حرکات حاشیه‌ای و البته ارتباطات و رل زدن‌هاش. خب ارتباط ایشون با مهراد جم همین شایبه رو ایجاد کرد که خیلی فکر کنن که حالا یه رل هستش میزنه و مثل بقیه رل‌ها تموم میشه میره. خب همین باعث شده که منتقدها بیشتر حمله بکنن، هم به دنیا جهانبخش و هم به مهراد جم. رسانه‌های دولتی از صدا و سیما بگیر تا خبرگزاری‌های دولتی، خبرگزاری که نزدیک به دولت بودن، نزدیک به نهادهای امنیتی بودن و همچنین خبرگزاری رسانه‌های خصوصی، همه خبر خروج مهراد جم از ایران رو پوشش دادن. مهراد جم مصاحبه کرد که گفت من نمیخوام برگردم ایران، اما به ناگاه در یک تصمیم جنجالی برگشت ایران. آقا ارایت کف تهرون کل طبیعت و عشق است. به خاطر اینکه یه سری آدم‌های حالا پرنفوذ، آدم‌های پلابی، یه سری جریان‌ها و نهادهای امنیتی بهش قول داده بودن که اگر برگرده ایران هیچ اتفاقی براش نمیفته. مهراد جم احتمالاً میدونسته که قراره برگرده. بنابراین وقتی نگاه بکنیم به لایف‌های گذشته‌اش، به 6-7 ماه گذشته و رفتارش، خیلی محافظه‌کار بود. نه پست سیاسی میذاشت، نه پست‌های اصطلاحاً ضد سیستم ایران میذاشت، نه پستایی میذاشت که خلاف عرف و قوانین ایران باشه. یعنی کاملا محافظه‌کارانه رفتار میکرد و این نشون میداد که گویا مهراد جم از همون موقعی که رفته بوده میخواسته برگرده ایران. به هر حال قولها برای مهراد جم عملی شد و مهراد جم برگشت ایران و چند روزی رو بازداشت بود، ولی بازداشتی که تحت مراقبت بود. و جالب اینجاست که هیچ کدوم از رسانه‌های دولتی و معتبر در داخل ایران که خبر خروج مهراد جم از ایران رو پوشش داده بودن، خبر بازگشت مهراد جم رو به ایران پوشش ندادن. البته این یه دستاورد میتونست برای نهادهای امنیتی و سیستم حاکم بر ایران باشه، بگن که یه خواننده برگشته ایران، ببینید ما کارش نداریم. اما نکته مشکوک اینجا هستش که خبر بازگشت مهراد جم به ایران در هیچ کدوم از رسانه‌های معتبر منتشر نشد. و در حال حاضر که تقریباً 8-9 روز از بازگشت مهراد جم به ایران میگذره، هیچ کدوم از دوستای صمیمیش، هیچ کدوم از رفقاش و هیچ کدوم از نزدیکان مهراد جم ازش خبر ندارن. مهراد جمی که واسه رفیقاش میمرد، اصلا رفیق باز بود، هیچ کسی از این آدم خبر نداره. یه فیلم اومد توی پل طبیعت تو همون منطقه پارک آباد آتش، اگر اشتباه نکنم، منتشر کرد که باز حتی دنیا جهانبخش هم میگفتش که این گویا یه فیلمی بوده که تو استوریاش گذاشته بود دنیا، که حالا اسم دنیا اومد یه نکته هم بگم که گویا تحت رصد بوده و گفتن آقا این استوریو بگیر، بعدش هم حالا معلوم نیست بردنش کجا. و میگه که هیچ کسی اصلا هیچ خبری از مهراد به من نمیده. یه نکته هم بگم که من در یک ویدیو اومده بودم گفته بودم که احتمال این که مهراد بیاد به یه بچه مال من نیست و گردن نگیره بود، که احتمال، نه اینکه گفتم که مهراد گفته که من بچه رو گردن نمیگیرم. گفتم که البته اینو هم بگم که نه اینطوری هم نیست. خود مهراد با من وقتی خصوصی صحبت کرده بود گفت که بچه دنیا مال منه و این موضوع رو تایید کرده بود که دنیا هم حامله است. چون من داشتم کامنت ها رو میخوندم، چون من دنیا رو خارج از فضای مجازی هم تصویری دیدمش چند ماه پیش و البته چند هفته پیش، الان هم که کلا معلوم نیست کجاست. پشت دوربینی که ما باهاش تماس می‌گرفتیم حامله بود. حالا دیگه اگر دوستان فکر می‌کنن که حامله نیست، به منم یه سند مدرک بیشتر نشون بدن که منم بیام بگم حامله نیست. ولی تا اینجایی که من میدونم و دیدم ایشون حامله است، بچه‌ش هم پسره. تا 2 ماه دیگه هم فکر کنم پر پوستش به دنیا بیاد. حالا اگر
چیزی دیگه همش. این از این نکته که می‌خواستم بگم که آقا من دیدم خیلی این تیکه از صحبت منو کات کرده بودن که من گفتم که مهراد گفته من بچه رو گردن نمیگیرم. گفتم اینو تکذیب بکنم که این اصلا درست نیست و اون یه تیکه رو کات کرده بودن و غلط. اما در حال حاضر مهراد جمع پیش مسعود جهانیه، یعنی هشتگ پشمام، و گویا مسعود جهانی بهش خط میده که هیچ ارتباطی با کسی نگیره. حتی هادی حسینی که میگه آقا من شاکی خصوصی این آدمم، حتی این آدم یه زنگ به من نزده. و هر گونه فعالیت موسیقی که بخواد مهراد جمع در ایران به صورت قانونی و رسمی انجام بده، اول از همه باید رضایت هادی حسینی رو بگیره که گفته آقا من تا 25 میلیارد تومان ضرر و زیان دارم. میگفت هنوز به منم زنگ نزده. و جالبه الانی هم که پیش مسعود جهانیه، جالبه بدونید که طبق نزدیکای مهراد جمع، طبق گفته‌های اونها، عامل خروج مهراد جمع از ایران همین آقای مسعود جهانی بوده که خیلی هم از میثم ابراهیمی میترسه. چرا که میگه که میثم ابراهیمی یه آدم یا تو اطلاعات داره، اون آدم زیرا به منو میزنه و من ممکنه مجوزام لغو بشه، بنابراین براش تنظیم میزنه رایگان و فری و مفتی. در صورتی که توی مکتب برادران حسینی مسعود جهانی شد مسعود جهانی. طبق گفته برادران حسینی گفتن اون روز اول یه ارگ هم نداشت وقتی اومد توی سیستم ما. الان هم جالب اونا رو هم میخواد دور بزنه که یه با یه آدم گردن کلفت سپاهی که وصل به سیستم داخله مسعود جهانی بسته که برای مهراد جمع دوباره مجوز بگیره. حالا نمیدونم شاید بره توی این سپاه و مپاه، این نهاد حکومتی اینا معلوم نیست، دیال خودش میدونه، که بیان پول هادی حسینی رو به عنوان تهیه کننده بدن، ضرر و زیانش هم بدن و بشه خواننده، حالا که تهیه کننده‌اش سپاه یا مسعود جهانی یا کسی دیگه است که پشت پرده هستن. این در حالیه که نزدیکای مسعود جهانی میگفتن که آقا یه روز مسعود جهانی با مهدی آذر، اینجا نوشتم من اونجا هم که داشتم عکس یه باسکول رو گذاشته بودن که توش چند تا گوسفند عکس مهراد جمع هم توی اون باسکوله گذاشته بودن، کلوز فرند کرده بودن، مهدی و هادی حسینی هم تگ کرده بودن که این آدمو باید بفروشی، این آدم اصلا استعداد نداره، این آدم هیچ نیست، اینو باید با گوسفندا فروخت. یعنی میخوام بگم که کسی که این نگاهو بهش داشتن و حتی مسخرهش میکرده مسعود جهانی، الان مسعود جهانی دیده که این فالووره رو گرفته 2-3 میلیون، پرآشیه هم هست، بهترین کیس، باش میرم کار میکنم. مسعود جهانی که به تنهایی گه زد تو سیستم موسیقی ایران، همه تنظیماش شبیه همدیگه، همه تنظیماتش ریتم خاص، بعد آهنگایی که تنظیم میکنه تا 1 مگاهیت بعد همه یادشون میره. تنظیماش هم که قربونش برم از 30-40 میلیون تومان شروع میشه به بالا، مافیا را انداخته برای خودش. بعد جالبه، من چرا اصلا دارم اینجوری میگم؟ به خاطر اینکه همین مسعود جهانی کسی بود که به محض اینکه مهراد جمع از ایران رفت بیرون بهش گفت بی‌لیاقت نمک نشناس و تو دین و دنیا و آخرت و همه چی تو فروختی، تمام پولاتو خراب کرد. یه پست گذاشته بود، یه زبدر کشیده بود روی مهراد. همین که مهراد برگشت ایران، زیر پست آخرش نوشته داداشم، پسرم، بیلم، کلنگم، خوش اومدی. آخه آدم مگه اینقدر درو؟ تو این آدم اصلا گردن نمیگرفتی. بعد خود همین مسعود جهانی مصاحبه کرده بود و گفته بود که مهراد جمع مثلا موضوع سایت شرط بندی فلان بیسان لامصب. تو مصاحبه خودت هم یادت نمیاد؟ ببینید این مصاحبه مسعود جهانی 3 ماهه که کامل قرارداد با مهراد کامل منتفی شده، یعنی عملا مهراد خواننده‌ای نبود که به عنوان خواننده من باشه، طبق یه سری جریان‌ها که حالا اتفاق افتاد. ولی باز با این اوصاف خب من فکر نمی‌کردم هیچ موقع مهراد همچین کاری بکنه. که اصلی داستان مهاجرت مهراد جمع این بود که گفته میشه او جذب یکی از سایت‌های شرط بندی شده، موضوعی که هادی حسینی دربارش چنین نظری داشت که نزدیک به تایید بود. نه هنوز اتفاقی نیفتاده، ولی خب از ادامه همکاری با ما توی ایران فعلا منصرفش کردن. اینجا گفتن که مثلا اینجا بیشتر میشه پول در بیاری تا ایران. این شده فعلا. ما هم قطع همکاری کردیم باشون که عواقب که اگر خدای نکرده طبق قوانین جمهوری اسلامی کار غیرقانونی انجام دادن برای ما مسئولیتی نداشته باشه. ولی مسعود جهانی در پاسخ به سوال ما راجع به اینکه شایعه جذب مهراد جمع به یکی از سایت‌های شرط بندی حقیقت داره، این جواب رو مطرح کرد. شایعه نیست، کاملا درسته.
کاملا درست. اینو اصلا آخه چجوری بگم آخه من اصلا دوست ندارم اصلا راجع به اونو حرف بزنم. یعنی من بگم که کسی که ساختیم، کسی که زحمت کشیدیم، کسی که این همه سال مثلا وقت گذاشتیم براش، خب این اتفاق افتاد، خب دیگه حتی گفتنش هم خجالت آوره، یعنی چندش آوره اینجوری بهت بگم. هادی حسینی درباره جزئیات قراردادش با این خواننده و پیگیری قانونی هم گفت: پیگیری قانونی میکنیم. ایشون 20 سال با من قرارداد داره. اسم مهراد جمع تا آخر عمر مال منه. اصلا ایشون اسمشون محسن سعیدی کیاست. اسم هنری مهراد جمع متعلق به منه، حقوق مادی و معنوی آثارش متعلق به منه و هیچ جایی نمیتونه اجرا داشته باشه، نمیتونه فعالیت هنری بکنه مگر که شغل دیگه بزنن. قراردادمون هم محضریه هم بین‌المللی. بله. بعد جالبه که اصلا گفتو که آقا من اصلا دیگه فردی به اسم مهراد جمع نمیخوام تو زندگیم باشه. اصلا کلا گفت اصلا که انقدر این مسعود جهانی رفت بود مصاحبه کرد بود، داد دنیا جهانبخت هم اون موقع در آورده بود، لایو گذاشته بود عصبانی که آقا اینا چرا راجع به شوهر من صحبت میکنن، اظهار نظر میکنن. گویا یه سری ها این آرشیو یادشون رفته که در اختیار ما. ببینید این لایو دنیا رو بعد انقدر راحت شدن. آره این اشتباه کرده اومده به خاطر دنیا. اولندش که اشتباه نکرده، اصلا اشتباه هم کرده به خودش رفته، کسی رفتی نداره. من از طرف مهراد هیچی نمیگم چون خودش بعدن همه اینا رو توضیح میده، ولی به قول خودش میگه من شاخ مجازی نیستم بخوام تو لایو هم در این مورد صحبت کنم. خب نه جدی، طرف هنرمنده، زحمت کشیده. شما دارین دونه دونه فیلمای چیزش هست که توی سریال بازی، فیلمای کودکیشو دارین میبینید که چجوری میخونه با اون سنه که همش پسر با استعداد هنرمند. اوکی حالا مثلا یه سریا کمکش کردن، خودش هم تلاش کرده، زحمت کشیده. بعد شما مگه تو زندگی شخصیش هستید که دارید میگید مثلا فلان کردی، اینجوری از ایران اومدی، اونجوری از ایران اومدی؟ جانمش تو همون استودیویی که قرار داشتن میگفتن خودشون هم گفتن که 30-40 نفر دیگه بودن، چرا فقط من شدم مهراد جمع؟ اصلا این یه سوال الان پیش اومده دیگه، چرا من شدم مهراد جمع؟ چون تو مهراد من میتونستم بشم، خفن‌تر از اینم میتونم بشم، تا چشتونم در بیاد. حسادت بی خیال بابا. بعد مثلا میای میگید چی مهرداد، اسمشو چیه مهرداد؟ شما مهراد جمع رو نمیشناسید؟ مگه میشه شما آهنگ شمال گوش نکرده؟ خود من 1 ماه شبانه روز آهنگ شمال داشتم استوری میکردم موقعی که با مهراد دوست نبودم. همونایی که میگن مهداد با شیک و شمال و قرندباشه و فلان و بیسارینا استوری رفتن، استوریاشون موجوده، حالا کاری نداریم ولی خب اصلا اولش که نیازی نداره که مثلا کسی موزیک اونایی که حالا ما مخاطبامونن، اصلا من نمیدم دعوا کنم، بس فقط خودم چقدر راحت انتخاب مهراد اشتباه بوده که دنیا رو انتخاب کرد. به شما چه ربطی داره؟ یعنی چی؟ مگه شما کی هستین که در مورد زندگی خصوصی 2 نفر میتونین نظر بدین؟ فقط چند نفر میتونن در مورد زندگی من و مهراد نظر بدن؟ یکیش مامان منه، یکیش هم پدر مادر مهرادن که همه اوکی هن. همه اوکی هم با این قضیه، هممون هم با هم دیگه در صحبت میکنیم. مهراد مامان منو دیده. بله. حالا این در حالیه که هادی حسینی به عنوان تهیه کننده سابق مهراد گفته بود که اصلا این آدم با من 20 سال قرارداد داره، اسمش هم تا آخر اون مال منه. حالا میخوان رضایت گوی هادی حسینی رو بگیرن با پول، ایشون هم برگرده به دنیای موسیقی، میمونه دنیا و بچه و علی و حوزش. و چیزی که من دارم برداشت میکنم اینه که حالا تا اینجا میخوام مجوزش رو بگیرن اگر بتونن، که البته اگر بخوام مجوزش رو بگیرن داد خیلی دیگه از خواننده ها در میاد. امیدوارم البته همه مجوز بگیرن، این چیزا به نظر من خنده داره، اما بعضی از خواننده ها هستن میگن ما 4 سال 5 سال موندیم زیر مجوز، نمیتونیم مجوز بگیریم. بعد یه آدم رفته خارج از کشور اومده و راحت میخواد مجوز بگیره، اونا دادشون در میاد. که امیدوارم که همه با هم دیگه
مجوز بگیرن دور هم. میخوام بگم که آقا داستان اینجوری شده. الان هم مسعود جهانی بهش خط داده که آقا ایشون نباید جواب هیچ کیو بده، نه دایرکت کسی رو جواب بده، نه دایرکت من جواب بده، تلفنش هم عوض کرده، هم دایورت کرده و تخم مرغای توی یخچالش. حالا نمیدونم دیگه، به هر حال مهراد جمع پیداش میشه دیگه تو این فضا دیگه، نمیدونم. در هر صورت مرسی که تا این لحظه با ما همراه بودید و ممنون که این ویدیو رو دیدید. اگر دوست داشتید واسمون کامنت بذارید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. مرسی.